درود میفرستم خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان همیشگی و بسیار دوست داشتنیمون توی کانال همراه ترقه. باعث افتخارمه که امروز در خدمت شما عزیزان هستم. تاریخ امروز 15 تیر ماه سال 1405 با هم دیگه اومدیم به یکی از بی‌نظیرترین روستاها و بلند تاریخ ترین روستاهای ایران، یعنی روستای تاریخی ماسوله، و میخوایم تو این منطقه قشنگ گشتی بزنیم. آب و هوا و محیط فضای زیبا و طبیعت دوست داشتنی اینجا رو نشونتون بدم. امروز هوای اینجا بی‌نظیره و در این حال اطلاعاتی راجع به این روستا و این مکان بهتون بگم و از دیدن این ولاگ لذت ببرید. واقعا امروز که من اینجا بودم هوا بی‌نظیره. البته اینجا یه مکانیه که طول سال اکثر اوقات این آب و هوا رو داره، ابر و مه و هوای خنک. حتی توی تابستون و گرمای طاقت فرسایی که تو جاهای مختلف وجود داره، اینجا یکی از نقاط خوش آب و هوای کشوره که مردم همیشه میان، وقتی به استان گیلان میان به این منطقه میان و از قشنگی‌ها و طبیعت زیبای اینجا لذت میبرن. به خاطر همینم امروز اینجا رو انتخاب کردم تا این قشنگی‌ها و زیبایی‌ها رو به شما عزیزانی که اگر دسترسی ندارید نشون بدم و اینجا رو حتما توی فهرست مکان‌هایی که قراره توی آینده بیایید و ببینید قرار بدید. اینجا واقعا جای بی‌نظیریه و نقطه ای از زیبایی‌های کشور عزیزمون ایران رو توی این منطقه میتونیم ببینیم. لازمه بگم راجع به اینجا که ماسوله یکی از مشهورترین و زیباترین روستاهای تاریخی ایرانه و توی استان گیلان هستش و در دل رشته کوههای البرز قرار داره. این روستا به خاطر معماری پلکانی منحصر به فردش توی جهان شناخته شده است و خیلی ها اینجا رو میشناسن و سبکش هم اینجوریه که همونطور که میدونید حیات هر خونه سقف خونه پایینیه، یعنی یه جوری خونه ها به صورت پلکانی روی همدیگه ساخته شدن و واقعا یه چهره بی‌نظیر از این شکل روستایی و شهرسازی که اینجا داره ساخته در دل کوه و بین این جنگل‌های انبوه هیرکانی که قدمت خیلی طولانی دارن و قدمت این روستا یه چیزی بین 800 تا 1000 سال تخمین زده شده و البته اونجوری که کارشناسا و تاریخدانا میگن قبل تر از اینها هم انسان‌هایی توی این مکان زندگی میکردن و میبینید اینجا هنوز اون حس و حال و شکل سنتی و اون چهره قدیمی خودشو داره و واقعا جای بی‌نظیریه. من حسودی میکنم به عزیزانی که اینجا زندگی میکنن. البته خب اینجا هم در این بحبوحه هایی که مشکلات اقتصادی همه مردم ایران رو اذیت کرده، قطعا افرادی که توی این مکان ها هم هستن تاثیرات زیادی از مشکلات اقتصادی دیدن، ولی خب با این حال اینجا جای بی‌نظیریه و من فکر کنم آدم اینجا حداقل شاید بهتره بگم که دیرتر پیر میشه، انقدر که زیبا و خوش آب و هوا و دوست داشتنیه. یکی از دلایلی که اینجا رو جای خاصی کرده اینه که هیچ خودرویی وارد بافت تاریخی و بین این خونه ها نمیشه. حتی خود این عزیزانی که اینجا ساکن هستن، مسیر جوریه که تمام مسیر به صورت پلکانیه و اصلا قابل این نیست که آدم بتونه با ماشین وارد بشه و قسمت های مختلفش رو گشت بزنه. و یه چیز دیگهش اینه که خونه ها با رنگ زرد و پنجره های چوبی و حالا مسیرهایی که بیشترش پله‌ایه یه چهره خیلی متفاوتی رو ساخته و باعث شده اینجا یه میراث جهانی باشه و توی حالا آثار تاریخی ایران هم ثبت شده و واقعا جای بی‌نظیریه. هر چقدر که بگم کم گفتم. از چیزهای دیدنی و جاهای دیدنی اینجا اون قسمت‌هایی که حالا صنایع دستی تولید میشه به فروش میرسه، اینجا چاقو تولید میشه به فروش میرسه، لباس محلی و خوراکی های مخصوص گیلانی که اینجا به وفور هست و خیلی هم طرفدار داره. مردم عزیز که به اینجا میان همیشه استفاده میکنن و از این فضا لذت میبرن. میبینید توی تصویر مشخصه تمام این خونه ها ما بینشون مسیر پلکانی و پله پله است و خونه ها هم سقف هر خونه حیات یه خونه دیگه است و واقعا اصلا یه چهره عجیب و غریب و بی‌نظیره. امیدوارم که بیشتر روی اینجور نقاط زیبای کشورمون کار بشه و به تمام جهان نشون بدن و همه بدونن که ما چه جاهای بی‌نظیری داریم تو این کشور و در آینده توی شرایط خوب انشالله توریستای زیادی به این کشور بیاد و بتونیم دوباره از این طبیعت بی‌نظیری که
خدا بهمون داده و توی کشور 4 فصلمون داریم استفاده و بهره بیشتری ببریم. یه چیز دیگه ای که اینجا خیلی طرفدار داره آبشارهای اطراف اینجا، یکی از معروفتریناش آبشار کوشب هست و اطراف همین روستای ماسوله است. جنگل‌های هیرکانی اطراف که واقعا بی‌نظیرن، اصلا یه چهره عجیب و غریب و دوست داشتنی که من فکر کنم کمتر جایی توی جهان بتونیم مثل اینجا رو ببینیم و داشته باشیم. ییلاق‌ها و مسیرهای کوهنوردی و موزه مردم شناسی ماسوله از جاهای دیدنی این روستا حساب میشه. بهار سرسبز و پرگل و بسیار زیبایی داره اینجا. تابستونش هم همیشه خنک و میتونیم بگیم خنک‌تر از بسیاری از شهرهای ایرانه. پاییزش یه جوریه که میگن معروفه به ترکیب مه و برگای رنگارنگ که رنگ پاییز و اون زردی و ریختن رو به خودشون گرفتن. یه چهره بی‌نظیری از اینجا درست میکنه و البته باید بگم جاده اینجا ممکنه توی خیلی از روزهای سال لغزنده باشه و خطراتی داشته باشه. حتما وقتی میاید جوانب احتیاط رو رعایت کنید که یه وقت خدایی نکرده مشکلی پیش نیاد. خیلی جاده بی‌نظیری داره، پیچ در پیچ توی جنگل و کوهستان. با ماشین باید بیاید بالا تا برسید به این نقطه بی‌نظیر. غذاهای محلی اینجا میرزا قاسمی، باقل قاطو، ترش تره، کباب ترش، سیر قلیه، آش دوغ محلی و سوغاتی‌هایی مثل عروسک‌های بافتنی، چاقوی دستساز، ظروف چوبی، ترشی‌های محلی، زیتون، رب انار، چای و کلوچه گیلانیه. حتما اگر که به این نقطه اومدید کفش راحت برای پیاده روی بپوشید. بالاخره چالش‌های خاصی داره گشت و گذار و پیاده روی توی اینجا و توی تابستون هم حتی لباس گرم همراهتون باشه. آخر هفته و تعطیلات اینجا خیلی شلوغه، پس پیشنهاد میکنم وسط هفته و توی ساعتایی بیاد که فکر کنید ممکنه بازدید کمتری از اینجا شده باشه. یکی از جذابیاتش هم اون مه غلیظیه که اکثرا اینجا هست و ممکنه باعث کاهش دید هم بشه که باید حالا این جوانب احتیاط رو همیشه رعایت کرد. اینجا توی فهرست میراث ملی ایران هم ثبت شده. ارزش تاریخی و خاص خیلی زیادی داره، معماری خاصی داره و از شناخته شده ترین روستاهای تاریخی کشور در جهانه و واقعا اینجا رو جای بی‌نظیری میتونم بگم. میدونم که توی فهرست میراث جهانی یونسکو هم مورد توجه زیادی قرار گرفته و باعث شده که توی جهان آدمای بیشتری اینجا رو بشناسن و بدونن که همچین جای بی‌نظیری توی کشور ما و توی رشته کوه البرز وجود داره. البته ما خیلی جاهای زیبایی داریم توی این کشور و اینجا یه نقطه کوچیکی از اونه ولی واقعا بی‌نظیر و دوست داشتنیه. این هم جالبه بهتون بگم که این روستای امروزی محل سکونت اولیه مردم نبوده. حدود 6 کیلومتر اونورتر از این روستای امروزی منطقه‌ای به نام ماسوله کهنه وجود داشته که بقایای اون سکونتگاه قدیمی هم هنوز دیده میشه و پژوهشگران هم معتقدن که مردم به دلیل عواملی مثل رانش زمین و سیلاب و کمبود آب اون محل ترک کردن و به این مکان فعلی انتقال پیدا کردن و به مرور زمان اینجا رشد و پیشرفت خوبی داشته. امکانات عالیه، فروشگاه زیاد و واقعا هر چیزی که لازم باشه اینجا وجود داره. میبینید مغازه‌ها انواع اقسام محصولات توشون وجود داره و واقعا همه اینا دست به دست هم داده که اینجا یه جای واقعا بی‌نظیر و خیلی دوست داشتنی باشه. یکی از دلایل رونق ماسوله هم این بوده که یکی از مهمترین مراکز بازرگانی شمال ایران بوده و مسیر ارتباطی گیلان به استانهای زنجان و اردبیل بوده و کاروانها قدیم از این مسیر کوهستانی عبور می‌کردن و این باعث شده که رونق زیادی توی این روستا به وجود بیاد و این روزها صنایع دستی و آهنگری و چاقوسازی و کفش‌دوزی و اینجور چیزاشون واقعا شکوفا شده و زبان زده تو کل کشور و حتی جهان. معماری منحصر به فردش هم که واقعا توی جای دیگه ایران حداقل من ندیدم و نمیشناسم جایو به این شکل و توی همچین شیب تند کوهستان این خونه ها رو ساختم با این شکل و شمایلی که دیدید و میدونید. من دیگه سعی میکنم بیشتر از این حرف نزنم، شما ویدیو رو با صدای خودش ببینید. ویدیو 21 دقیقه هستش و میتونید نگاه کنید و لذت ببرید.
ممنونم ازتون که همیشه همراه هم هستید، حمایت میکنید. من واقعا تشکر میکنم ازتون که ویدیوهای ما رو لایک میکنید، کامنت میذارید و از همه اون دوستانی که از طریق سوپر تانکس ها حمایت مالی میکنن از ما بسیار بسیار ممنونم و تشکر میکنم. واقعا سپاسگزارم ازتون، لطف بزرگی میکنید در حق ما و ما هیچ وقت این لطفای شما رو فراموش نمیکنیم. بازم اگر امکانتون بود از ما حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و در حد توانتون از طریق دکمه سوپر تانکس ها از ما حمایت مالی داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم این ویدیو رو ببینید کامل و لذت ببرید، این جای بی‌نظیر رو از دست ندید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدارتون. کجاست انیسم کجاست بیا یما چه میخوای؟ میخوری؟ من نمیتونی چای میگیرم. همین احتمالی این پدرملا اینا اشتباه رفته. بگی بیاد بقل من بده. شاید من همیشه آب ندی اون موقع که برگرد نهایت اشتباهی بود. بریم. اینجا چقدر زحمت اینم که نگم دارم
میره جلوتره. مثلا آره این فقط اون سخت. مادر این جنس توف مادر از دستش با